به این بهارای بیغمی رسان. آهله که همین دلکم رویش سیاه است. از همین بچه یکوار و یگانه هم محمد جان پریشان که می گردد در خواطرم. این یک و یگانه بچه که من با خون دل کلام کردم، با رزق حلال، با مهنت های حلالم که 3 سال من آموزگار هستم، همین دو بچه که من فقط در راه درست کلام کرده به بایه رسانده هستم. ته که حاضر باشد این بچه که من نمیشناسم. اول تمامی درد دلش رو میگفت. چی کاری که میکرد از من اول نصیحت میپرسید. در دهنش فقط اوچه جان بود. حاضر چی؟ همش برعکس شده است. بیهوده نگفتن بزرگواران که دلی اوچه به بچه و دلی بچه به کچه. کی نبینم بچه من دومی کچه میگیرد میبرد میرد. من از کجا دانم که بچه کم با کی چکارها کرده ایستاده است. همه خیر در خواطر هستم که ای خدا همش رو بخیر کنی. پروردگار رو فرزند یک و یگانه من به پروردگار خودت انصاف و توفیق دی در پناهت اسره گردانی. لبای لبای بیاد همسایه بیاد بنفشه جا چشما ناز رحمت ساز چشما کنی از بالا بذارید کنی از بالا ناز کردی اومدی. خدا گفته ایستاده بودم که از درم یک کس در آید صحبت کنم غباری دلم تازه شده. چی شد سلامتیتون ناز افتا جون؟ سلامتی هم ناز همین تشویش زندگی آخی زیق نشوید هم بر شما گذارد. به شما یکان چی شد؟ پریشان می نماید اون سوده خاطر می نماید به شما یکان گفت شد؟ نه بنفشه جان من سازم خواطر نشد. سلامتی هم خوب است لیکن آخر از زیق نشوید افتا جون زهری آدم را آدم میگیرد و من در همین جا که در همه مشکلات زندگی هم شما به من مدربار نصیحت میکنید و من کمک میکنید. همین که زیب شده و من در همین جا که یک بار بنفشه بید من دویده به نظرتون میویم که یکان گر شما فکر نکنید. میدانم بنفشه جان مدت زیاد است که همسایه خوبم هستی. از احوالم تیز خبر میگیری.